یه تریک خفن و باحال اسکیولی براتون دارم که بتونید کوئریای حرفه‌ای‌تر و خاناتر بنویسید و اون هم استفاده از وید استیتمنت یا CTE ها هست. CTE ها دستوری هستن در اسکیول جدید که شما میتونید از اون استفاده بکنید و ساب کوئری های خودتون رو از کوئری اصلی خارج بکنید و از تو در توی کدتون کمتر بکنید. CTE پرفورمنس ایمپروومنتی برای شما نداره، اما کد رو بسیار خانه‌تر میکنه و اگر بخواید اون رو در داخل اینترویو استفاده کنید به نظر خیلی حرفه‌ای‌تر و پروفشنال تر میرسید. کدنویس های با سابقه از CTE استفاده میکنن که بتونن کدی داشته باشن که هر ساب کوئری با یه اسم مشخص و با کامنت های خیلی مدون در ابتدای کد میاد. حتما استفاده کنید.